سلام، من فرنازم. طبق قوانین جدید از اول ماه نوامبر سیستم نوبت‌دهی به شکل قبل دیگه وجود نداره و یک سیستم آنلاین جدید برای آپلود مدارک خواهیم داشت. طبق آخرین اخبار در تاریخ 29 جون 2026 این سایت permit.am خواهد بود که هنوز هم راه اندازی نشده. پس از اول نوامبر بعد تمام مدارک خودتون رو توی این پلتفرم آپلود کنید. به محض راه اندازی این سیستم ما آموزشش رو توی همین کانال میذاریم. پس حتما این کانال رو سابسکرایب کنین و منتظر اخبار جدید هم باشین. حالا تکلیف چیه؟ اگر تا آخر اکتبر نوبت اقامت دارین که مثل قبل کار شما پیش میره. اگر نوبت اقامت ندارین شما همچنان میتونید مثل قبل شرکت خودتون رو ثبت کنین، مالیاتش رو پرداخت کنین و وقتی سامانه جدید در ماه نوامبر فعال شد با یک کیس کامل و فعال اطلاعاتتون رو توش ثبت کنین. در حال حاضر تنها روش‌هایی که بدون نیاز به این فرآیند جدید و اخذ نوبت اقامت میشه از طریقشون اقامت گرفت، اقامت از طریق ورک پرمیت و دوره‌های دانشجویی. دلیلش هم اینه که توی این دو روش نیازی به اخذ نوبت نیست. برای دوره‌های دانشجویی اطلاعات متقاضی مستقیما از طریق خود دانشگاه برای اداره اتباع ارسال میشه و اقامت براشون اخذ میشه. دریافت اجازه کار هم که توسط کارفرما از سامانه workpermit.am برای اداره مهاجرت ارسال میشه و اصلا نیازی به گرفتن نوبت به روش قبلی نیست. پس اگر با توجه به شرایطتون ثبت شرکت LLC همچنان بهترین گزینه برای شماست، میتونین شرکتتون رو ثبت کنین، روی همون شرکت برای خودتون ورک پرمیت بگیرین و خودتون رو به عنوان کارمند شرکت مثلا با سمت مدیر عامل استخدام کنین. ولی حواستون باشه که ممکنه بعد از نوامبر این قانون دیگه سر جاش نباشه. این رو بهتون میگم که حواستون به وعده وعیدهای وکیل‌های مهاجرتی حتما باشه، چون اگر LLC راه حل مناسبی برای شرایط شما نیست، پیشنهاد میکنم فقط به خاطر گرفتن اقامت سراغ ثبت شرکت LLC نرین، چون درگیر مالیات پیچیده و حسابداری سنگینی میشین. و البته که میتونید تو دانشگاه‌ها هم ثبت نام کنین. علاوه بر دوره‌های دانشجویی و رشته‌های مختلف، بعضی از دانشگاه‌ها دوره‌های زبان هم دارن. توجه کنین که این دوره‌ها از کورس‌های 5 ماهه زبان متفاوتن و همچنان نیاز به نوبت اقامت ندارن. برای اطلاعات بیشتر حتما ویدیو انواع اقامت ما رو توی کانالمون ببینید. در هر صورت ما به سرعت یه ویدیو جدید میسازیم به محض اینکه اطلاعات مشخص بشه و بهتون میگیم که توی این روش جدید باید چه جوری برین جلو. اگر سوالی دارین برای ما بنویسین و عضو گروه تلگرام ما بشین. سابسکرایب و لایک و کامنت هم فراموش نکنین. و یادتون باشه ما یه کامیونیتی ساختیم که بتونیم بهتون کمک بکنیم که بدونین کدوم وعده ها و کدوم وعیدها درست نیستن و راه درست چیه. موفق باشین.